سلام بچه ها، من آرتیکس هستم و امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. آقا امروز اومدیم که حساب های عجیب فری فایر، حالا خیلی هم عجیب نه، حساب های خوب، عجیب، ترسناک و اسمای عجیب، اینا رو بهتون نشون بدیم و آیدیاشون رو بزنیم. و قبل از همه چیز لایک کنید، ساب کنید. مرسی که این ویدیو رو میبینید، دمتون گرم و برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خوب دوستان، بریم برای اولین آیدی که میشه 22 47 34 22 47 34 و 713. بریم این اکانت رو ببینیم. این اکانت باور نکردنیه و لولش 28. بریم و عجیبی که هست این اکانت باز نمیشه، ولی فقط میتونیم اینا رو ببینیم. فایر پسشون کمه، فقط این ساکورا باندلش بیشترینش فکر کنم. و اینکه این آیدی باز اصلا نمیشه و نمیدونم، فکر کنم بند شده این اکانت. و اینکه برو بریم سراغ آیدی بعد. خب آقا آیدی بعدی کم رونده و شاید خیلیاتون باش آشنایی داشته باشید. 1-6-0-7 کسی روندترین آیدی ها و مال ایشونه و خودم 3 ساعت پیش آنلاین بوده و اکانت بعدک کلی از بویابس ها رو خیلی پر کرده، ولی فایر پس کم بدک نبوده و اینکه لیولش 47 ولی کل یه جورای بویابس ها رو بیشترشون رو داره. و بریم گیم پلی هاشو ببینیم. مسکوادی 11 تا دست بازی کرده، 2 دست برده فقط بتل. و اینکه سکوادی بازی کرده 44 دست بازی کرده فقط و 27 تا 110 تا هم داشته. و برو بریم سراغ آیدی بعدی. خب آقا آیدی بعدی رو فکر کنم بعضیاتون داشته باشید و بدونی چه آیدیه. 85 و یکی از بعضی خفن‌ترین آیدیا و عجیبی ترینش اینه که 85 آیدیشه، اسمش 85، لولش 55 و گیلش 85. عجیب تر از اون اینه که وقتی واردش بشید فکر کنم بند شد، نمیدونم بچه اینا رو، گیل نداره و ننوشته و این خیلی عجیبه. فکر کنم دو 815 تا هم لایک داشته باشه. و اینکه چیز جالبش اینه که همه چیه فایر پس رو 55 تا پر کرده و بویابس فکر کنم اصلا دست نزده و چه آنلاین بوده، 1 ماه پیش آنلاین بوده. و اینکه یکی از عجیب ترین اکانت ها بود. برو بریم سراغ اکانت بعد. خب آقا اکانت بعدی 10-12 78 56 درست دادم آیا؟ آره. و این اکانت برگیری رو فشاریتون میکنه که لول 65 ساکورا و هیپ هاپ داره و این شلوار هیپ هاپ بچه، فایل نیست، شلوار واقعی هیپ هاپ. میبینید عکسش هم هست، شلوار واقعی هیپ هاپه. و اینکه بویابس هم مثلا پر نکرد، دست نزده به بویابس و چند تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تایی پر کرده و فایز پایت دزرت رو بیشتر از همه رو 43 تاست. و بعضی هم شایعه میکنن که این اکانت بچه بند شده. حالا من داخل سایت فری فایر ندارم بنویسم، ولی شما برید اینو بنویسید که بند شده یا نه، چون که خیلی هم میگن که مود چیز زده، مود جیم زده و همه ستا اومده براتو و چیزی هم لایک نکرده، لولش هم کرده 65
خیلی اوکیه. و اینکه خب بچ بریم برای سراغ آیدی بعدی. 27 66 28 46 90. آیدی روندی نیست ولی یکی از عجایب آیدی هاست. و اینکه اینه آیدیش. قبل از اینکه همه چی ببینیم اینجا آیدی یوتیوبش رو گذاشته. فکر کنم یوتیوبر اگر اشتباه نکنم. لول 89 یه لول مونده بود برسه به 90 و بندیتا رو بعضیشو داره. و اینکه چه جالب تریک زده این دهن سرویس. یه مچ هم بتل رویال استارت نکرده و اصلا چیزم استارت نکرده فکر کنم اگر اشتباه نکنم. اصلا اسکوادی هم استارت نکرده. و اینکه نمیدونم گیلی چیز از چیه. هیچ مچی رو استارت نکرده. هیچ ریت هم نداره حتی. پشم ریزونه اصلا این دهن سرویس. و اینکه این آیدی اصلا عجیب الغلوغه که 5767 تا لول 80. و اینکه دیگه بریم سراغ آخرین آیدی. لیتس گو. واقعا بریم سراغ آیدی آخر که 92 51 55 50. خیلی 5 داره این آیدی. اگر دقت کنید جمله داره و نوشته I kill you، یعنی که من تو رو میکشم. یه جورایی اینجوری میشه تو میمیری اینجوریه. و خیلی هم شایع شده که این آیدی وقتی باز کردن باعث بیماری یا نزدیکانشون بیمار شده. و اینکه این آیدی باز نمیشه. نمیدونم فکر کنم فری فایر بنش کرده. این آیدی رو بند کرده فری فایر و اینکه نمیدونم چه اطلاعی نداره. و اینکه گیمش هم نمیدونیم اصلا گیم نداده. بتل سکوادی هم اصلا گیم پلی نکرده. گیم نرفته. اصلا گیم نکرده. خب آقا مرسی که این ویدیو رو دیدید. دستتون در نکنه. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب کنید. برای من یه دونه کامنت مشتی بذارید که خیلی انرژی میگیرم و براتون ویدیوهای بهتری میذارم. و اینکه امیدوارم خوب باشید و سلامت. چی میگم؟ دستتون در نکنه که این ویدیو رو دیدید. یا حق.